آیا اخبار ناملایمات و خشونت‌ها در ایران هم شما رو ناراحت میکنه؟ همین چند ماه پیش چند صد نفر در تظاهرات کشته شدن، کودک بینشون بود و زمان انتخابات سال 88 هم بعد از دوره که شما دوره دوم انتخاب شدید هم 60 نفر تقریبا کشته شدن، صدها نفر دستگیر و شکنجه شدن. بله، اصولا هر انسانی در هر نقطه جهان دچار مشکل میشه باید ناراحت شد دیگه. شما ناراحت نمیشید؟ ولی اون موقع آقای احمدی نژاد شما چیزی نگفتید، اعتراضی نکردید. اعلام کردم، مستند معلومه و موجوده. ما الان سال 99 هستیم، 11 سال گذشته. درسته. به فکر مسائل امروز باشیم. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی الان بیش از 3500 روزه که در حصر خانگی به سر میبرن، حدود 9 سال، و از طرفدارانشون شنیدیم که خواستار آزادی اونا شدن. شما نظرتون چیه؟ فکر کنید باید رفع حصر بشن؟ من با حصر و زندانی شدن و محدودیت برای هر انسانی در کره زمین مخالفم. اینو بارها اعلام کردم. در دوره ریاست جمهوری شما وزارت اطلاعات شما بر همکاران من در رادیو فردا بخش فارسی ما بر رسانه‌های فارسی زبان دیگه فشار گذاشتن، خانواده هاشون رو بازجویی کردن، اذیتشون کردن. فکر می‌کنین این سیاست درستیه، فشار بر رسانه؟ من حالا اینکه شما ادعا می‌کنید من اطلاعی ندارم. نه، من ادعا نیست، این حقیقته آقای احمدی نژاد، من ادعا نمی‌کنم. شما هرچی خودتون میگید حقیقته. خب اینجوری که این اتفاق افتاده آقای احمدی نژاد، اینو همه میدونن، اسما هستش. شما از موضع یک مصاحبه‌گر الان خارج شدید، دارید ادعاهایی میکنید که من اطلاع ندارم. نه آقای احمدی نژاد، من ادعا نمی‌کنم، این واقعیته. اگر اجازه بدید جمله من تمام شه دیگه. شما اگر بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. من آماده شنیدن حرفاتون هستم، هر چقدر میخواد صحبت کنید شما. نه خواهش می‌کنم بفرمایید. شما نمیذارید که هر جمله من میگم وسط شما میایید. این خارج از عرف مصاحبه‌گر هست. من هیچ وقت اجازه ندادم به کسی که مزاحم کسی بشه یا حق کسی رو تضییع بکنه یا کسی رو تحت فشار قرار. آقای احمدی نژاد، آیا کاری کردید یا حرفی زدید در دوره ریاست جمهوریتون که الان ازش پشیمونید؟ خیر، چرا باید پشیمون باشم؟ کارها روی اصول بوده، روی برنامه‌های مدون و اندیشه بوده در جهت اطلاع ایران و صلح و دوستی در جامعه بشری بوده. تمام کارها به زودی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار میشه. شما ترجیحتون اینه کی برنده بشه، آقای دونالد ترامپ یا جو بایدن؟ فرقی نمیکنه. نه، چرا باید فرقی بکنه چه کسی در آمریکا رأی میاره؟ این مسئله داخلی آمریکاست. مهم سیاست‌های بین‌المللی آمریکاست که با تغییر رؤسای جمهور تغییری نمیکنه. ما دنبال تغییر اون سیاست‌ها هست. در قبال ایران یه مقدار تغییر ایجاد شده، نه فکر نمی‌کنید زمان اوباما، آقای اوباما با دولت ایران پیمان هسته‌ای رو به امضا رسوندن، ولی در زمان آقای ترامپ از این پیمان خارج شد و تنش‌ها افزایش پیدا کرد؟ به نظر من تفاوتی نمی‌کنه. آقای احمدی نژاد، اگه اجازه بدیم موضوع رو عوض کنیم، بپردازیم به توییتر شما که خیلی سر و صدا میکنه. شما به انگلیسی توییت میکنید و ظاهراً گزارش‌هایی هم بود که معلم انگلیسی گرفتید. این توییت ها رو خودتون مینویسید یا کسی راهنماییتون میکنه؟ طبیعی است. من با دوستانم مشورت میکنم، موضوعات مهم منطقه‌ای جهانی پیشنهاد میدن، اینا رو فهرست میکنی، متن تهیه میکنی، بعدم توییت میکنید. می‌زنیم دیگه. بله. آقای احمدی نژاد، برای دسترسی به توییتر از چه نوع فیلتر شکنی استفاده میکنید؟ توییتر در ایران فیلتر شده، فکر می‌کنم زمان شما هم فیلتر شد، نه؟ من یادم نمیاد. فیلتر به این معنا نیست در اینجا. همونایی که فیلتر میکنن خودشون فیلتر شکن میفروشن. نه، فیلتر هست به هر حال دیگه. فیلتر هست، فیسبوک فیلتر، توییتر فیسبوکه. میکنن فیلتر شکن هم میفروشن. همه هستن تو اونجا دیگه. مهم نیست، فقط یه هزینه اضافه میپردازن.